امروز اومدیم تا بفهمیم من کیم. آیا واقعا یه قورباغه‌ام؟ آیا شاید یا نکنه شاید ممکنه که من شاید اگه شیر منم نیستی ببخشینو واسه اینم تا الان حرف زدی. من صدا شما رو ندارم. همه چی از زمان شروع شد که وقتی به دنیا اومدم بچه بودم و بعد یک سالم شده بود و قرار بود سال بعد 2 سالم بشه. اصلا اون بچگی میدونستم فقط یه چیز میخوام. من کاس میخوام. میگم بچگی مهمه، ولی خب من بیشتر شبیه NPC با یه داستان دراماتیک بگوی سینمایی بزرگ شدم. رو ترکم کرد که آخرای عمرم. نه عزیزم، تو باید زنده بمونی، نباید بمیری. باز که شرفم کمشم برای سکتر کد که بریم سر اصل مطلب. تهش هدفم تو زندگی چی بود؟ خوشحال باشم، بعد زندگی که دارم لذت ببرم. آره شاید یه جورایی، ولی همینجا بود که یهویی با یوتیوب آشنا شدم. سلام، میتونم بدونم اسم شما چیه؟ من یوتیوب هستم. خوشبختم. و به واسطه یوتیوب پریمیر، افتر افکت، فتوشاپ و ایلاستریتور رو حرفه‌ای دنبال کردم. و خب الانم اینجوری هم که کاش بشه یه روز بیاد که الگوریتم یوتیوب منو بغل کنه و بگه فرق داشتی، بیا وایرالت کنم خوشگل بابایی. چرا نمیام؟ وایرالم کن کسکل. ولی خب فعلا دارم به این فکر میکنم بیشتر توضیح بدم یا اول برم دستشویی بعد با خیال راحت تر توضیح بدم. الان همینجوری دارم چون زرد میبینم. بذار برم دستشویی، زود میام. خب داشتم میگفتم، اما همه چی اینجوری هم که واقعا به نظر میاد مشخصا شروع نشد. شاید یکم باید بریم به گذشته، زمانی که 20 سالم نبود. بهتره بریم زمانی که داشت 7 سالم میشد. ببین پسرم، تو باید درس بخونی دکتر بشی. بابا باشه من دکتر میشم. آفرین پسر گلم، فقط یادت باشه پسر گلم، اگه غیر دکتری چیز دیگه بشی مطمئن باش آقا پول تو گردنته. شیرال رو نمیکنه. خلاصه با همین وضعیت چند سالی گذشت و داشتیم نزدیکای سن دبیرستانی شدن میشدیم که کرونا اومد. وای کرونا اومد. کرونا. خیلی دوستت دارم. خلاصه رسیدم به سن 20 سالگی و الان اینجام. و من کیم؟ شاید کسی که هنوز دنبال کابل شارژرش میگرده. ای بابا شارژرم رو میز نیست که. مامان شارژرم واسه تو دست زدی؟ نه رو میزنه. اینکه اینجا نبود. چطور الان اینجاست؟ هدفم از این ویدیو چیه؟ هیچ، فقط دلم می‌خواست یه بارم من بگم من کیم، بدونی که واقعا بگم در واقع کیم. خودت هم بعداً میفهمی چی گفتم. شاید این ویدیو باعث شد بری بقیه ویدیوامو ببینی و سابم کنی، یا نه، یا آره، یا نکنه نه. فقط یادت باشه بعد اون ثانیه که ساب نکردی منتظر شبش نباشی، چون فکر نکنم دوست داشته باشی بدونی چه اتفاقی میافته. هنوز منتظری بدونی چی میشه باشی. دستشویی میای بیرون و میبینی تلفن خونتون زنگ خورده. میری برش داری، اما بله صدای بفرمایید. میشنوی و تلفن رو قطع میشه. بعدش آیفون خونتون زنگ میخوره. میری برش داری تا ببینی کیه، اما فقط یه صدا میشنوی. یکم احساس عجیبی پیدا میکنی و از اون لحظه که ساب نکردی پشیمون میشی. میگی کاش ساب میکردم، اما دیگه دیره. و همینجور که توی افکار ای کاشت غرق شدی و داری از تو پا میزنی، یه دردی از پشت احساس میکنی. بعدش اون درد قطع میشه و برمیگردی و پشتتو میبینی. من بودم. آمپول هوا رو تزریق کردم و تو خواهی مرد. پس این اتفاقاتو به خاطر داشته باش و مطمئن باش ساب کردنت فقط به خاطره. نه ساب نکردی، بیا برو داراتو بخور، وقتش گذاشت. ببخشید دوستانی از تیمارستان فرار کرده، زیاد جدیش نگیرید. راستی اینم وضعیت ادیتی که بنده انجام دادم. خدای نامردی، لایک نکنید، ساب نکنید، کامنت نذارید. خداحافظ.